متاسفانه در کتاب صحیح بخاری یک نسبتی رو به آقا رسول خدا دادن. در ادامه همین بحث کتاب صحیح بخاری در جلد 6 حدیث شماره 5204 میگه از هشام نقل شد که از پدرش از فلانی روایت که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ یک از شما زنان خود را تازیانه نزند مانند اینکه غلام را تازیانه میزند. یعنی اگر بخوای زن رو بزنی بزن، اما نه در حد این که غلام خودت رو میزنی. پس تازیانه زدن زن در روایات اهل سنت به دستور رسول خدا بهش اشاره شده. خب ما اینا رو قبول نداریم. این اهانت بزنه. میگه بزنید زناتون رو، اما نه در حدی که غلام خودتون رو میزنید. حالا برید تو تاریخ ببینید، تاریخ خود اهل سنت، که اینها غلام‌های خودشون رو چطور شکنجه میدادن، چطور غلامان خودشون رو با شلاق میزدن. پیغمبر اهل سنت میگه زناتون رو بزنید با شلاق، با تازیانه، همون تازیانه که به در دیوار آویزون میکردید تو خونه، اما در حد غلام، نه یک پله پایین‌تر. ادامه این مسیر رو بخوایم بریم به نکته میرسیم. نکته اینجاست که چه کسی از آقا رسول خدا تو منابع اهل سنت و طبق اعتقاد اونها این دستور رو گرفته که زنها رو میتونیم بزنیم. روایت صحیح السند است در کتب اهل سنت مثل سنن ابن ماجه که اونجا راوی نقل میکنه که پیغمبر فرمود زنان خودتون رو نزنید. ببینید اون روایت اول تو بخاری به زنان رو بزنید اما نه مثل غلامانتون، اونم با تازیانه. اینجا میگه پیغمبر فرمود زنان رو نزنید. خلیفه دوم آمد خدمت رسول خدا، گفت زنها اطاعت نمیکنن از ما، این زنها از ما مردها اطاعت نمیکنن، اجازه بدید که ما اون زنها رو بزنیم. و پیغمبر هم اجازه داد. بعد میگه 70 نفر از زنها اومدن خدمت پیغمبر و از شوهران خودشون شکایت کردن. پیغمبر هم فرمود اینها آدمهای خوبی نیستن. در کتاب مسند دارمی یا سنن دارمی نقل میشه، جلد اول حدیث شماره 2265. پیغمبر در انتهای روایت هم تصریح میکنه که اینها مردهای خوبی نیستن. طبرانی شماره 1 اسناده صحیح. کسی اشکال نگیره بگه این روایت ضعیفه و شریفی داره روایت ضعیف میکنه. پیغمبر است. عمر بن خطاب خلیفه دوم میاد پیش پیغمبر و اونجا از پیغمبر درخواست میکنه اجازه بده ما زنامون رو بزنیم. پیغمبر اهل سنت هم اجازه میده، میگه اشکالی نداره برید زنهاتون رو کتک بزنید و زنهاتون رو بزنید. از اون طرف زنها میان پیش پیغمبر که خب مردهای ما رو کتک میزنن. رسول خدا میگه چه مردهای بدی هستن، چه افرادی بودن زنهاشون رو میزدن. سنن ابن ماجه باز هم با تصحیح جناب آقای البانی که دوستان نگن روایت ضعیف خونده شد، شماره حدیث 1985 آقای البانی هم میگه روایت از نظر سند معتبره. خب این بود اون جایگاه زنی که به هر حال شما آقای ترشاوی و دیگر مخالفین مکتب اهل بیت مدعی بودید زن جایگاه خوبی داشت در نزد اعراب. نه، روایاتی که نقل کردید اینه که پیغمبر و خلیفه دوم اینها دستور به کتک زدن زنها دادن، اون هم با تازیانه.